چرا ذهن ما از چیزی که فقط 30 ثانیه از روزمون رو ساخته رنج 30 روزه میسازه؟ قضاوت یه نفر شاید فقط 10 ثانیه طول بکشه، اما ذهن ما همون 10 ثانیه رو تبدیل میکنه به 10 ها روز فکر و رنج. ما آدما یه ویژگی عجیب داریم و اونم اینه که یه حرف، یه نگاه یا حتی یه اتفاق ساده میتونه ساعتها، روزها و شاید همه عمر ذهنمون رو درگیر کنه. اما چرا؟ چی باعث این اهمیت دادن بیش از حد میشه؟ این اهمیت دادن نشونه دهن‌بین بودن ماست؟ یا ما آدمی هستیم که هر چیزی برای اون با ارزش جز خودمون و روانمون؟ یا نه تمام اینها میراث اجداد ما برای بقاست؟ سلام بچه‌ها، خوش اومدین به کیموریا، جایی برای قصه‌های گم شده. تو این ویدیو میخوایم درباره یکی از بنیادی ترین رنج‌های انسان صحبت کنیم. اهمیت دادن بیش از حد. بیشترین درد و رنجی که انسان تو طول زندگیش متحمل میشه از اهمیت دادن بیش از حد سرچشمه میگیره. ما بیش از حد اهمیت میدیم به اینکه دیگران درباره خودمون، کارمون یا حتی کوچیکترین اتفاقای روزمون چه فکری میکنن. این اهمیت دادن بیش از حد میتونه زندگیمون رو پر کنه از ناراحتی‌های جسمی و ذهنی. اما وقتی که عمیق میشیم و میفهمیم که علت چیه، میتونیم این واکنش عادتیمون رو کنترل کنیم و ذهنیتی بسازیم که تقریبا هیچ چیزی نتونه رومون اثر بذاره. اما پشت این اهمیت دادن یه راز علمی وجود داره. این اهمیت دادن انتخاب ما نیست، بلکه برنامه‌ریزی تکاملی ذهن ماست. توی این ویدیو اول از نظر علمی و روانشناسی این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم و بعد میبینیم چطور میشه این اهمیت دادن افراطی رو کم کرد و آرومتر زندگی کرد و تبدیل شد به نسخه اصیلتر و آزادتر خودمون. و شاید آخر این ویدیو تمام وزنهای ذهنی که سالها با خودمون هم کردیم معناشون رو از دست بده. چرا ما اینقدر اهمیت میدیم؟ این موضوع به خاطر 3 تا نیاز اصلی به وجود میاد. نیاز به کنترل، نیاز به پذیرش و ارتباط، نیاز به ثبات و هماهنگی. اولین نیاز به کنترل. حالا نیاز به کنترل یعنی چی؟ انسان ذاتاً میخواد احساس کنه که به محیط، آینده، رفتار دیگران و حتی افکار خودش کنترل داشته باشه. ما انسان‌ها نیاز ترسناکی به کنترل داریم و این نیاز از میلیون‌ها سال قبله که با ماست. مغز انسان برای بقا ساخته شده، نه آرامش. در دوران باستان هر چیزی که قابل کنترل و پیش بینی نبود تهدید محسوب میشد. برای همین امروزه هم زمانی که مغز ما نتونه نظر دیگران رو یا کنترل کنه یا پیش بینی، وارد مرحله خطر میشه. تپش قلب میگیریم، اوورتینک میکنیم، نسبت به حرف مردم وسواسی تر میشیم، از اشتباه کردن میترسیم و همه اینا واکنش تکاملی مغز ماست. نیازی که ما به کنترل داریم نشون میده که چرا جذب چیزهایی مثل غذا، سرپناه، ثروت، دانش و از این قبیل موارد میشیم. و اگه توی زندگیمون نتونیم یک کدوم از اینها رو کنترل کنیم، درونمون زنگ خطری فعال میشه و ما احساس رنج میکنیم. روانشناسی تکاملی میگه همه این حساب به خاطر تطبیق نیافتگی تکاملیه. تطبیق نیافتگی تکاملی یعنی رفتارها، احساسات یا ساختار بدنیمون برای شرایط زندگی اجدادمون تکامل یافتن، نه برای دنیای مدرن امروزه. اجدادمون بودن که برای بقا باید همه چیز رو یا کنترل میکردن یا پیش بینی، نه ما انسان‌های مدرن. توی دنیای امروزه ما برای بقا نیاز به کنترل خیلی از چیزها نداریم، ولی این احساس کنترل از اجدادمون برای ما به یادگار مونده و همین رنج مدرن رو به وجود آورده. نیاز به پذیرش و ارتباط شاید بیشترین اثر رو روی سلامت روان ما انسان‌ها بذاره. تکامل ما رو طوری برنامه‌ریزی کرده که فکر کنیم اگه توسط انسان‌های دیگه پذیرفته بشیم، شانس زنده موندنمون بیشتر میشه. ولی خب امروزه توی دنیای مدرن ما مثل انسان‌های ما قبل تاریخ برای بقا نمی‌جنگیم و برای اینکه زنده بمونیم نیاز به پذیرش دیگران نداریم. اما همچنان دوست داریم جذاب باشیم، از طرف دیگران پذیرفته بشیم، ارتباط برقرار کنیم، چون که ذهن قدیمی و تکاملی ما هنوز هم فعاله. مغز ما هنوز هم فکر میکنه اگه ما تنها بمونیم میمیریم، چون در گذشته این یه واقعیت برای انسان‌های اولیه بوده. طرد شدن از قبیله برابر بود با مرگ. بنابراین مغز ما طوری طراحی شده که به شدت از طرد شدن میترسه و هر نظر منفی رو تهدید میبینه. پیامدهای رفتاری که این نیاز برای ما به وجود میاره
اینه که به خاطر حس تعلق ممکنه ما نقاب بزنیم، خود واقعیمون نباشیم، از ابراز عقایدمون بترسیم و توی جمع‌ها جوری رفتار کنیم که کسی از دست ما دلخور یا ناراحت نشه و همیشه دنبال تایید بقیه باشیم، چون اگه بقیه تاییدمون کنن ما رو از قبیله طرد نمی‌کنن. علاوه بر همه این گفته ها، تحقیقات fMRI نشون میده زمانی که کسی ما رو قضاوت یا رد میکنه، همون بخشی از مغز ما فعال میشه که موقع درد جسمی فعال میشه و این یعنی قضاوت شدن به معنی واقعی درد داره. نیاز سوم یعنی نیاز به ثبات و هماهنگی هر دوتا نیاز قبلی رو پشتیبانی میکنه. ذهن ما در طبیعت آموزش دیده بود که نسبت به چیزهای غیر قابل پیشبینی حساس باشه تا بتونه زودتر خطر رو تشخیص بده. ذهن ما از هر چیزی که براش مبهم باشه یه خطر بزرگ میسازه. مغز یه ماشین پیشبینیه. اگر چیزی رو ببینیم که الگو نداشته باشه یا رفتار غیر منتظره‌ای رو از کسی ببینیم یا حتی اگه یه رابطه مبهم داشته باشیم، ذهنمون به صورت ناخودآگاه به اون موضوع بیشتر اهمیت میده. برای همین افراد مرموز، رفتارهای غیرعادی یا رابطه‌های نامشخصی که هویتشون معلوم نیست، ذهن ما رو چند برابر مشغول‌تر میکنن. ذهن ما تا زمانی که یه الگو برای اینجور چیزها پیدا نکنه آروم نمیشه و این همون دلیلیه که باعث میشه افراد مرموز توی جمع تو چشم ما جذابتر به نظر بیان. علاوه بر همه اینها، ما خودمون تو جامعه‌ای داریم بزرگ میشیم که کارخونه اهمیت دادنه. جامعه مدرن ما رو طوری برنامه ریزی کرده که فکر میکنیم ظاهر ماست که ارزش ما رو تعیین میکنه. پول میزان احتراممون رو مشخص میکنه. جایگاه اجتماعی هویت ما رو تعیین میکنه و ما هر چقدر بین آدم‌های دنیا محبوب تر باشیم معنای بیشتری داریم. رسانه‌ها با پیام‌های مداومشون ذهن ما رو جوری دارن آموزش میدن که چیزایی برامون مهم باشن که هیچ ارتباط واقعی با شادی و آرامش درونی ندارن. ما فکر می‌کنیم که خودمون داریم به اونها اهمیت میدیم، در حالی که اینا ارزش‌های الغایی هستن، نه انتخاب‌های شخصی خودمون. این برنامه‌ریزی‌ها باعث شده که چیزهایی برامون مهم بشن که از نظر زیستی و شخصی هیچ ربطی به خوشبختی ندارن. بر اساس نظریه ویکتور فرانکل، بین محرک و واکنش یک فضای کوچک وجود دارد که در آن انتخاب نهفته است. این یه حقیقت طلاییه که بیشتر وقتا فراموشش می‌کنیم. ما اختیار کامل واکنش هامون رو داریم. موقع شنیدن یه نقد، موقع دریافت یه پیام، موقع دیدن یک قضاوت و موقع تجربه یه اتفاق بد ما میتونیم انتخاب کنیم که چجوری واکنش نشون بدیم. خیلی از وقتها ما فراموش میکنیم که ذهنمون قابل کنترله. ما میتونیم انتخاب کنیم که به چیزهایی که آرامش رو از ما میگیرن اهمیت ندیم. ولی خب گفتنش ساده تر از انجام دادنش. و اما ما چطور میتونیم این اهمیت دادن بیش از حد که میراث اجدادمون برای بقاست رو کنترل کنیم؟ اولین قدم ساده ولی قدرتمند اینه که بفهمیم چرا داریم تو اون لحظه اهمیت میدیم. از خودمون بپرسیم این اهمیت دادن از کدوم یکی از اون سه نیاز اصلیمون سرچشمه گرفته؟ کنترل، پذیرش یا ثبات؟ همین سوال ساده باعث میشه که توجه ما از واکنش به مشاهده تبدیل بشه. یعنی بدونیم این فقط یه واکنش تکاملی و زیستیه و ما میتونیم که ازش فراتر بریم. اما این آگاهی به تنهایی نمیتونه این اهمیت دادن بیش از حد رو از بین ببره و فقط کمک میکنه که ما بتونیم بهتر مدیریت کنیم. وقتی که ریشه یه احساس رو بدونیم، نصف قدرتش رو از دست میده. توی روانشناسی به این مهارت میگم فراشناخته. یعنی ما از حالت اسیر واکنش خارج میشیم و وارد حالت مشاهده میشیم. برای اینکه ما بتونیم یه تغییر واقعی رو به وجود بیاریم، باید بتونیم که یه ذهنیت جدید بسازیم، یه دیدگاه تازه نسبت به زندگی و کل جهان. دومین راه حلی که وجود داره داشتن دید کیهانیه. یعنی چی؟ یعنی زاویه دیدمون رو بزرگ کنیم و در نتیجه این زاویه دید بزرگ مشکلمون کوچیک میشه. گاهی اوقات
کافیه که چند قدم به عقب بریم و خودمون رو توی تصویر بزرگتر ببینیم. بخشی از رنجی که ما میکشیم از این نشأت میگیره که مشکلمون رو بیش از حد بزرگ میکنیم. ما فقط یه انسانیم توی یه شهر، روی یه سیاره، توی یه کهکشان، بین میلیاردها کهکشان دیگه‌ای که وجود داره. تو چنین تصوری اشتباه امروزمون، یه قضاوت یا یه حرف خطای کوچیک چقدر مگه ارزش داره؟ تقریبا هیچ. بزرگ کردن زاویه دید وزن ذهنی مشکلات رو برای ما حل میکنه، بدون اینکه مجبور باشیم خودمون رو آروم کنیم تا بتونیم آرامشمون رو حفظ کنیم. سومین کاری که توی این مسیر به ما کمک میکنه اصل ناپایداریه. این اصل یعنی هیچ چیز تا ابد به همون شکل نمیمونه. هیچ چیز همیشگی نیست و همه چیز گذراست. احساسها، نگرانیها، ترسها، قضاوتها، آدمایی که تو زندگیمونن و حتی خودمون، هر چیز که وجود داره موقتیه. وقتی که بفهمیم هیچ چیز ثابت و موندگار نیست، از اون لحظه به بعدی که دیگه سختگیری به خودمون یا دیگران معنی خودش رو از دست میده. ذهنمون انعطاف پذیرتر میشه و سبکتر و آرومتر زندگی میکنیم و اون لحظه است که اجازه نمیدیم یه اتفاق کوچیک یک روز کامل ما رو درگیر خودش کنه. زمانی که بفهمیم هیچ چیز توی این دنیا ارزش اونقدر جدی گرفتن رو نداره، اون لحظه است که آزادیمون شروع میشه. تازه جرأت میکنیم که خودمون باشیم. از مسخره شدن نمیترسیم، از اشتباه کردن نمیترسیم، دیگه برای جلب نظر دیگران زندگی نمی کنیم و اون لحظه میفهمیم زندگی برای این ساخته نشده که ما بر اساس استانداردهای مردم شکل بدیمش. زندگی مسابقه نیست، برای تجربه کردن به وجود اومده و ما زمانی میتونیم بهترین تجربه ها رو داشته باشیم که به جای اینکه بر اساس تایید دیگران زندگی کنیم، مبنای زندگی رو بذاریم روی ارزش‌های خودمون. آرامش تو قدم‌هایی پیدا میشه که بر اساس ارزش‌های خودمون برداشته بشه، نه نظر دیگران. این همون نقطه است که بالاخره ذهن ما آروم میگیره و ما میتونیم آزادتر زندگی کنیم. طی کردن این مسیر ما رو از آدمی که به همه چیز اهمیت میده تبدیل میکنه به آدمی که فقط به چیزهای درست اهمیت میده. و در نهایت اهمیت دادن بیش از حد خطا نیست بچه‌ها. فقط صدای قدیمی مغز ماست که فکر میکنه هنوزم برای زنده موندن باید از همه تایید بگیره و از هر قضاوتی بترسه. اما حقیقت اینه که ما خیلی بزرگتر از ترس هامونیم، عمیق‌تر از نگرانیامون و گسترده تر از هر فکری که اون لحظه ذهنمون رو درگیر کرده. ما بخشی از جهانی هستیم که میلیاردها سال عمر داره و برای یه لحظه کوتاه به ما فرصتی داده شده برای تجربه کردن. پس سبکتر قدم بردار، آزادتر نفس بکش و خودت باش و بذار هر چیز که گذراست بیاد و بره بدون اینکه تو رو از مسیر خودت دور کنه. خب بچه‌ها، نظر شما چیه؟ آیا تجربه تو این زمینه داریم؟ شده تا حالا به اون نقطه برسیم که برگردیم بگیم بس دیگر چی اهمیت دادم؟ از این به بعد میخوام واسه خودم زندگی کنم، نظر دیگران برام مهم نیست؟ یا هنوز هم تو اون نقطه این که هر نفسی که میکشیم به خاطر دیگرانه؟ یا نه بالاخره رسیدیم به اون نقطه که فقط به چیزهایی که مهمه اهمیت میدیم، فقط نظر آدمهایی که براتون مهمه؟ آیا تا حالا شده به خاطر این اهمیت دادن آسیبی به زندگیتون برسه؟ بابتش پشیمون باشین حتی؟ ممنون میشم اگه تجربه‌ای دارین یا نظرتون راجع به این ویدیو رو برام کامنت کنین و اگه این ویدیو براتون جذاب بود لایک و ساب یادتون نره. هر مکان یه قصه، هر آدم یه راز. اینجا کیموری است.